با سلام خدمت دوستان، بنده کینگ مهرداد هستم. آیدی کینگ مهرداد. عرضم به حضور شما که این آیدی من هست. اگر دقت بکنید به آیدی ببینید که عرضم به حضور شما که اینجا وقتی نمیشه کینگ مهرداد، اینجا بالا توی نوار نمیشه facebook.com کینگ مهرداد. دیگه عددی چیزی نوشته نشده. اوکی؟ ولی حالا آیدی های جعلی اومدن کینگ مهرداد ساختن. کینگ مهرداد اصلا کینگ مهرداد در اصطلاح انگلیسی اشتباهه، باید بزنن مهرداد کینگ که درست باشه، یعنی مهرداد شاه. ولی کینگ مهرداد، شاه مهرداد یه چیز مسخره ایه. ولی خب از قصد من اینو ساختم که کسی نساخته باشه. حالا ببینید چند نفر الکی اومدن ساختن. ببینید من اومدم حتی این بستمشون، ببینید این بالا نگاه کنید، این خط رو نگاه کنید، اینو بستم. اولین آیدی که اومده ساخته بود کینگ مهرداد زدم. ببینید کینگ مهرداد 0 زدم، آیدیشو سوزوندم. بعد یه آیدی دیگه اومده بود، یه نفر دیگه ساخته بود، کینگ مهرداد 1. دوباره بازم زدم سوزوندم. دوباره بازم یه صفحه دیگه کینگ مهرداد 2. دوباره بازم اینم زدم سوزوندم. یه شخص دیگه بود، از شیراز بود. دوباره بازم کینگ مهرداد، این از شمال بود، از انزلی بود، اینم زدم سوزوندم. الان اومدم دوباره میبینم که ای بابا دوباره بازم اومدن ساختن. ببینید کینگ مهرداد 20 اومده ساخته، آیدی ساخته کینگ مهرداد. خب واقعا این حقه بازی آیدی بعدی. حالا کینگ مهرداد دوباره. خب بیاد ادلیستای من اد میکنه به عنوان اینکه کینگ مهرداده. جالب اینه که پسندهاش اینا. بعد زده از ایتالیا، خیلی جالبه. زده از ایتالیا. بعد در کجا زندگی میکنه؟ در مشهد، تهران. دروغ در دروغ. بعد اومده این آقا عکس خارجی گذاشته، در اهواز زندگی میکنه. کینگ مهرداد، نه کینگ مهرداد 7. خب من مجبورم دوباره این آیدی رو بسوزونم. ولی خب آخه تا کی من چند تا آیدی بسوزونم؟ پس دوستان اگر دیدین اینها رو دیدین، این آیدی ها رو دیدین، لطفا اد نفرمایید. متشکرم، ممنون، مرسی. فقط همین آیدی کینگ مهرداد. ببینید آخرش هم نوشته کینگ مهرداد، هیچ عدد کم نوشته نشد. و اگه دیدین اصلا ریپورتش بکنید. ببینید من چند تا کینگ مهرداد سوزوندم. اومدن آیدی های جدید ساختن. نزدیک 20 تا 30 تا سوزوندم تا حالا. متشکرم، ممنون، لطف کردین که گوش دادین.